سلام دوستان، به کانال رمز و راز خوش اومدید. میدونستید خاک افغانستان توسط چه کسانی تصرف شد؟ در سال 2001 ارتش آمریکا وارد افغانستان شد. اونها داخل افغانستان شدند و با حمایت از نیروهای مردمی طالبان رو شکست دادند. یک دموکراسی در این کشور شکل گرفت و ارتش ملی افغانستان هم زیر نظر آمریکایی‌ها تشکیل شد. اما بعد از 20 سال آمریکایی‌ها متوجه شدند که این کشور رو نمیتونن نگه دارن. برای همین دارن میرن بیرون. طالبان هم تمام افغانستان رو تصرف کرده بودن. ارتشی که 20 سال زیر نظر آمریکایی‌ها تربیت شده بود، اصلا مقابل طالبان مقاومت نکردند و پا به فرار گذاشتند. پس می‌بینیم که نیروهای آمریکایی هم مثل نیروهای شوروی دست از پا دراز از این کشور میرن. قبل از شوروی هم انگلیس‌ها به این کشور حمله کرده بودند. اونها هم دست از پا درازتر آخر سر از افغانستان رفتن. افغانستان کشوری خیلی بزرگی نیست. جمعیتش هم آنچنان زیاد نیست. پس چرا 3 ابرقدرت دنیا یکی پس از دیگری از این کشور فرار کردند؟ به راستی چرا؟ کارشناس‌های نظامی دنیا دلیل شکست کشورهای بزرگ در این کشور رو هیچ چیز نمیدونن جز جغرافیای خشن افغانستان. افغانستان هم مثل برادرش ایران پر از کوههای خشن و بیابانهای خوفناکه. یک معضله دیگر افغانستان اینه که نژادهای مختلف در اون با هم نمیسازن. اونهایی که مرزهای افغانستان رو کشیدن بدون هیچ مطالعه‌ای فقط برای استفاده خودشون به این شکل مردم رو تقسیم کردن که خودشون میدونن کیا بودن: روسیه و انگلستان. مثلا پشتونها در نیمی از افغانستان هستن، اما بیشتر آنها در پاکستان هستند. 60 میلیون پشتون رو با یک خط از هم جدا کردند. امپراتوری بریتانیا با استفاده از ضعف داخلی دولت ایران هر کاری دوست داشتن تو این منطقه کردند. این مرز در سال 1893 تعیین شد، خطی که هنوز هم یک مرز رسمی شناخته میشه. شما این خط رو نگاه کنید، دقیقاً در وسط پشتونها کشیده شده. دقیقاً مثل این میمونه که روسیه و آلمان لهستان رو از وسط 2 قسمت کنن. یه جورایی خود لهستان این خط رو قبول نخواهد کرد. دقیقاً مثل خط دورن که وسط پشتون هاست و پشتون ها نمیتونن قبول کنن که وسطشون یک خط وجود دارد. برای همین این مرز رو اصلا حساب نمی کنن. این خط دقیقاً وسط کوه ها رد میشه و کنترل اون بسیار سخته. برای همین رفت آمد نیروهای مسلح بین این طرف و اون طرف هر روز اتفاق میفته. همین ناامنی ایجاد میکنه. این خط دروغین باعث شده و همه جور قاچاق اتفاق بیفته. از قاچاق اسلحه بگیر تا مواد مخدر. شاید براتون جالب باشد. خط دورن یعنی این مرز خطرناکترین مرز دنیا حساب میشه. حتی خطرناکتر از مرز 2 کره. هیچ مانعی در این مرز وجود نداشته، فقط کوه. اما به تازگی پاکستان این حصار رو کشیده و 2 ماه پیش تموم شده. ولی چیزی که مهمه اینه که ساکنه این طرف و اون طرف حصار این خط رو به رسمیت نمیشناسن. برای همین هم هیچ موقع نمیشه اینجا مرز واقعی ایجاد بشه. بقیه مرزهای افغانستان همینطوره. همشون به خاطر نفع این 2 امپراتوری بودن. برای همین کشور رو هیچ قدرتی نمیتونه کنترل کنه. یکی از دلیلش اینه که به دریا هم راه نداره. یعنی اگر بخوای بیای توش باید از کشورهای همجوارش رد بشی. تازه اگر هم از کشورهای همجوارش رد بشی و داخل این خاک بشی، تازه مشکلات شروع میشه.
ممکنه هیچ ارتشی جلوت نباشه، اما ارتش خاک افغانستان جلوته و نمیذاره کنترل این خاک رو به دست بگیری. چرا؟ به خاطر این مرزهای اشتباس و کوهستانی که در این منطقه وجود دارد، رشته‌کوه‌هایی که دیوار پشت دیوار قرار گرفته و یک ارتش با تمام تجهیزاتش میتونه در اونها پنهان بشه. 75% این سرزمین به این شکله. تو در هر کدوم از دره‌های این کوهستان‌ها میتونه یک ارتش پنهان بشه. کوهستان‌های افغانستان نکات مثبت هم داره. نکات مثبتش همینه که مثل دیوار از شهر محافظت میکنه. اما همین دیوارهایی که از شهر محافظت میکنن احتمال داره مخفیگاه‌های دشمن بشه و خیلی راحت به اون شهر صدمه بزنه. یک دیگر از معضلات این کوهستان جدا کردن مردم از یکدیگر هست. چون کوه‌ها باعث شده که سالهای سال ساکنان اونها از همدیگر جدا بشن و به مرور زمان بینشون فرق بیفته و اسمشون هم تغییر کنه و استعمارگران هم بیان اسم و فرق‌ها رو پررنگ کنن. به نظر شما با این شکل آرامش ایجاد میشه؟ اگر تاریخ باستان رو خونده باشی، روم هیچ موقع نتونست کل امپراتوری روم رو کنترل کنه. کابل هم یه همچین حالتی داره. کابل ازش بر نمیاد که برای مدت طولانی بتونه این کشور رو کنترل کنه. شاید بگی نه. چرا نه؟ آمریکایی‌ها مگه اینجا نبودن؟ مگه بزرگترین ارتش و هواپیما رو نداشتن؟ نتونستن کشور رو کنترل کنن. خاک افغانستان طوریه که با یک ارتش خیلی کوچک میتونی جلوی یک ارتش خیلی بزرگ بیستی و دلیلش هم این کوه‌ها و تنگه هاست. پس تا اینجا متوجه شدیم که دولت افغانستان که بزرگترین ارتش دنیا هم نمیتونه کشور رو کنترل کنه. دقیقاً همین بلاهایی که داریم تعریف میکنیم سر امپراتوری بریتانیا، آمریکا و از همه بیشتر شوروی پیاده شد. شوروی تا دندان مسلح وارد این کشور شد، اما نتونست این خاک رو کنترل کنه. یکی از دلایل سختی‌های کنترل این کشور اینه که به علت کوه‌های سر به فلک کشیده و جنگ و فقر، جاده در این کشور زیاد ساخته نشده و اگر ساخته شده خیلی راحت از کار میفته. یعنی با انفجار یک بول میشه راه رو بست و پلیس هم اگر وجود داشته باشه نمیتونه به همه جا برسه. وقتی جاده وجود نداره، امنیت نباید وجود داشته باشه، چون هر کسی میتونه برای خودش سر بالا کنه و هر ظلمی میخواد سر مردم بیاره. افغانستان با وجود معادن گرانبهایی داره، اما در فقر به سر میبره و جاده سازی در کوهستان هم بسیار گرونه. میگن هر ماه جاده سازی در کوهستان 5 میلیون دلار پول میخواد. یک مقدار ساخته شده ولی اصلاً کافی نیست. خلاصه این که آمریکا شوروی که ارتش فضایی ها هم به افغانستان حمله کنه میتونه اونجا رو تصرف کنه ولی نمیتونه بمونه. بعد از یه مدت بذاره دره. تنها طوری که میشه این کشور رو یکپارچه و امن نگه داشت این که دست خود دولتش باشه. ملتی که با هم متحد شده باشن، نه ضد هم باشن. ما نمیخواییم در این کلیپ کسی رو محکوم کنیم، تقصیر قوم به خصوصی بندازیم و یا راه حل بدیم. اما فقط این رو بدونیم که مرزهای افغانستان چه در شمال، چه در جنوب، چه در شرق، چه در غرب برای منفعت روسیه و بریتانیا کشیده شده. امیدواریم که افغانستان عزیز به آرامش و امنیت برسه.